سلام عزیزای دل، خوش اومدین به کانال من. امیدوارم هر جا هستین شاد و پیروز باشین. دوستتون دارم خیلی زیاد. دوستان امروز اومدیم با یه ویدیو آموزشی و جذاب برای شما عزیزان. تقریبا 3 سال پیش که من این کانال راه اندازی کردم، جزء ویدیوهای اول، دوم یا سوم اینا بود که این فایندر تصویری دستساز رو رونمایی کردم. اون موقع گفتم اگه تعداد لایک‌های اون ویدیو به 500 تا برسه آموزش ساخت این فایندر رو میدم. بعد 3 سال هنوزه لایکاش به 500 تا نرسیده، ولی اومدیم امروز این فایندر رو با هم بازش کنیم، به قول معروف مهندسی معکوس انجام بدیم و طریقه ساختش رو به شما عزیزان بگم. خیلی هم ساده است، به راحتی میتونین خودتون تو خونه بسازین. با اون فایندرهای دستساز دیگه‌ای که توی کانال داشتم فرق میکنه، به سختی اونا نیست و به راحتی میتونین اینو تو خونتون برای خودتون بسازین و هر قطعاتی که داخلش هست رو میگم به چه قیمتی میتونین تهیه کنین یا از کجا میتونین تهیه کنین و این جزء واجباته. باید تو خونه حداقل یه چنین فایندری داشته باشین، حالا چه نصاب باشین چه برای کار خودتون. و فکر میکنم الان با این قیمت‌های الان توی بازار اولوش 2 تا 3 میلیون تومان باید هزینه کنین تا اینو بسازینش. و ناگفته نباشه که این با برق مستقیم کار میکنه، بدون باتری هستش، یعنی شارژی نیست. میتونین هم شارژش بکنین در آینده اگه خواستین، ولی به نظر من اصلا نیازی نیسته که شارژش کنین. با یک آداپتور میتونین روشنش کنین و جهتایی که خواستین رو نصب کنین. خب دوستان، من برم پشتشو باز کنم و توضیح بدم چه قطعاتی استفاده شده و چه کارهایی باید انجام بدین. خب بریم ببینیم داخلش چی است. به همین سادگی یه دونه مانیتوره، یه دونه ریسیور مینی و یک آمپلیفایر و یک باند کوچولو که البته این باندش خیلی ضعیفه، زیاد صدا میداد، من این سیمش رو قطع کردم. دوستان توجه داشته باشین، این مانیتور 4 و 3 اینچی هستش، مدل TFT که شما این مانیتور رو هم میتونین به تنهایی پیداش کنین، خریداری کنین، هم میتونین این مانیتورهای خودرویی که به عنوان دوربین دندقب استفاده میشه، شاید خیلیاتون رو ماشیناتون داشته باشین، از اون مانیتورها هم میتونین استفاده کنین. در اصل این همون مانیتور دوربین دندقب خودرو هستش، بهشون میگن مانیتور آینه‌ای که کیفیتش هم 480 هستش، فول HD نیستش. الانم فکر میکنم هولوش 1.5 اینا پول این مانیتور باشه. بعدش این هم که توی تصویر میبینی ریسیور هست، ریسیور مینی مدیا استار. بهترین گزینه برای ساخت فایندر تصویری این ریسیورهای مینی مدیا استار عالیه، هم علاوه کیفیتی خوبن، هم به سادگی میشه باشون فایندر تصویری ساخت. سیم کشی هم چیز آنچنان سختی نداره، یک ورودی برق میخواد، یک این که میشه خروجی چشمی کنترل که از راه دور بتونین کنترل کنین دستگاه رو، و 3 تا 4 تا سیم هم اینجا داره که ورودی مانیتور هستش و یه دونه آمپلیفایر که برای تقویت صدا هستش. باید این بلندگوتون وصل بشه به این آمپلیفایر. الان دونه دونه توضیح میدم که شما سیما رو به کجا وصل کنین. میریم سراغ ورودی. دوستان توجه داشته باشین، این میشه ورودی ریسیورتون. از قسمتی که فیش وصل میشه ریسیور روشن شه، باید شما اینجوری به این حالت یک سیم بگیرین، به یک فیش مادگی وصل کنین. از این سمت اولیش میشه مثبتمون. دوستان دقت کنین، اگه ریسیور مدیاستار باز کردین سمت راستی میشه مثبتمون، سمت چپیش میشه منفی. شما باید برق 12 ولت برای این ریسیور استفاده کنین.
از این ور میشه مثبت، این هم میشه منفی. مانیتورایی هم که الان تو بازار هستن اینا هم برق 12 ولت نیاز داره، چون مانیتور دندقه به ماشین است، برق ماشین هم 12 ولت است. معمولا اینجوری خودشون یک سوکتی دارن. اگه نداشته باشن پایا خود شرکت سازنده نوشته که ورودی برقش کدومه، ورودی مثلا تصویرش کدومه. ما از این مانیتور 3 تا سیم داریم. یکی میشه برق مثبتمون که با ریسیورمون مشترکه، یکی دیگهش میشه برق منفیمون که با رنگ مشکی باز با ریسیورمون مشترکه. شما میتونین از اینجا هم برق منفی بگیرین و از اینجا هم میتونین برق منفی بگیرین، فرقی نمیکنه. من دیگه از اینجا گرفتم. این سیم زرد رنگ هم میشه ورودی تصویر مانیتور. الان اگه دقت کنین از این قسمت این سیم تصویر اومده به این پین اولی. دقت کنید ریسیور به چه حالته، دکمه‌هاش به سمت پایینه. این پین اولی میشه ورودی تصویر مانیتورتون. دومیش هم میشه ورودی صدای آمپلیفایر. رو آمپلیفایر هم توضیح داده که مثلا ورودی کجای، خروجیش کجای. برای آمپلیفایرمون برق 5 ولت داشته باشیم، چون این آمپلیفایرها برق 5 ولت استفاده میکنن. روی ریسیورها معمولا 2 تا ورودی فلش داریم که قسمت ورودی فلش برق 5 ولت رو نیاز داریم. اصلا نیازی نیسته که مبدلی چیزی داشته باشیم برق 12 رو تبدیل به 5 ولت کنین. میاین از این قسمت منفی ماژول رو وصل میکنین. اینجا میبینین نوشته GND، تصویر اگه مشخص بشه آره نوشته GND. منفیش از اینجا میگیرین. این آبی رم میاین از این قسمت خروجی فلش. اگه ریسیورتون به این سمت باشه اینجا پایه اولی که میشه منفی، پایه دومی میشه برق 5 ولت. این سیم آبی رو باید وصلش کنین به این قسمت. بعد سر دیگه‌ش هم اینجا نوشته 5 ولت. دقت داشته باشین این سیم زرده میشه خروجی صدا. از این قسمت میشه خروجی صدا، میاد اینجا. یا روی لفتش چیز کنین وصل کنین یا روی رایت، فرق نمیکنه. یه دونه منفی هم باید بگیرین وصل کنین به این تی که من از اینجا مشترک گرفتم. خروجیش هم اینجا هسته، خروجی راست و چپ. اینجا اگه وصل کرده باشین راست، باید اینجا هم خروجی راستتون رو بلندگو وصل کنین. اگه چپ وصل کرده باشین چپ. اگه جفتشون هم صدا داده باشین باید 2 تا بلندگو وصل کنین. 2 تا خروجی از اینجا مثبت منفی میگیریم برای بلندگوتون. دوستان اگه دوست داشتین این ویدیو رو حتما لایکش کنین. ویدیو قبلی که زیاد آنچنان طرفدار نداشت، 3 ساله هنوز کلا 500 تا لایک گرفته و امیدوارم اینجا این ویدیو رو حمایت کنین و لایکاشو ببریم بالای 2000 تا، چون الان اعضای کانالمون 17000 خورده ای فکر کنم باید باشه. با 17000 حداقل باید 5000 تا لایک داشته باشه این ویدیو. خب بریم سراغ این چشمی که باید یک سولاخی اینور بزنین که کنترلتون بدون مشکل کار کنه. 3 تا سیم نیاز داره. من از این کابلای شارژر گوشی استفاده کردم با رنگ‌های مختلف. باید این چشمی هم مال خود این ریسیور باز کردن روش. باید دقت کنین هر مدلی که این چشمی اینجا وصله اینم با سیم به همون شکل اولیه وصلش کنین. اگه یک سیمتون جا به جا باشه کنترلتون خوب کار نمیکنه. اصلا کار نمیکنه که بخواد خوب کار کنه یا بد کار کنه. به همین راحتی و خوشمزدگی یک فایندر تصویری به راحتی درست میکنین. از این قابا هم میتونین از توی الکتریکیا یا دیجیکالا تهیه کنین. اینم ظاهر کلی خیلی ساده است. داخل ویدیوها معمولا استفاده میکردم از این فایندر. همه میگفتن این دستگاه رو از کجا باید بخریم یا برام بسازین. من الان وقتشو ندارم بسازم و الان واقعا نمیصرفم بخوام بسازم. حداقل 2.5 تا 3 میلیون هزینه برمیداره. الان این ریسیور 1,200 پولشه، مانیتورم 1,200 پولشه. تا اینجا میشه 2,600. و این قابش هم حداقل کم کمش 100,000 پولشه، میشه 2,700. بعد
همین دیگه 2700 تقریبا. من اگه بخوام دستمزدم بگیرم برای این کار میشه 3 تومن. 3 میلیون باید هزینه کنن دوستان. البته آمپلیفایر هم میخواد. آمپلیفایر حالا آنچنان هزینه ای نداره. بلندگو کلا این آمپلیفایر اینا 90 200 تومن هزینه شه، شاید هم کمتر. این اجزای کلی این فایندر دستساز ما بودش. امیدوارم از این ویدیو لذت کافی رو برده باشین و اگه دوست داشتین کانال رو ساب کنین، ویدیوها رو حمایت کنین، لایک کنین، کامنت هم بذارین. دوستتون دارم زیاد. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار شما عزیزان.